مولانا محمد عمر پولانپوری در نسخه بعدیش معالجه از روش قرآن که در کتاب انوار العلوم والعمل چند نسخه را گفتیم آورده است. رهایی یافتن از اضطراب، از ترس و لرز، از به قول معروف استرس. یک انسان استرس داره، میخواد یک کار شروع کنه میترسه، میخواد یک کارخانه درست کنه در از او قرض بگیره و کارخانه میترسه و در قلبش هم خیلی ترس وهمی و یکی آیا میره چرخونده میتونم، میره کارفرمانده میتونم، بعدا چی میشه قرض کردم، بعدا قرضا رو داده میتونم، نلاکش داده میتونم. خلاصه هر خیل استرس ها در قلبش میاد استراب میگن. در گراماتیک عرب دو کلمه، یک روب یک سکینه. روب ترس، لرز، وهم، استراب، استرس میگن. در دوره رسول خدا صلی الله علیه و سلم در قلب کفار خداوند روب نازل میکرد. یکی مسلمانان را الحمدلله اصحاب کرام در قلبش فقط سکینه بود، یعنی آرام، آسایش، نه ترس لرزی نبود، نه هراس نبود. با همین خاطر اکثر مسلمانان را خداوند کریم آسایش دادگه، آرامش دادگه، سکینه نازل میشه بر مسلمان. این بسیار همین ترس لرز برای کفار و مشرکین است. یک برادر میگه که شبا خواب بد میبینم میترسم، یا که یگانجا سفر کنم دلم درد میشه، برم گودکم چی میشه و چیکار میکنم، همه وقت بعد ترسم، یا که یک از فیروت کنم میترسم، یا که یک چی شوه هم خیلی خلاصه بعد ترس لرزم. مولانا فرمودن که هر کسی بخواه از همین مرضی استراب و ترس لرز رهایی بیابه، سوره رد آیت 28 41 مرتبه در آب بدمه بعد بخره، انشالله همین فعلا تا 21 روز دوام بده، انشالله از این مرضی رها میابه. سوره رد آیت 28. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظیم. همین آیت 41 بار بخون در دم بدم، انشالله در آب پفک بخه، انشالله رهایی میابی. خداوند کریم پروردگار ما و شما را دعا کنیم که در قلب ما فقط سکینه را نازل کنه، رو به از قلب ما و شما دور بگردانه. آمین و رب العالمین.